قصد و نیت بد انجامش نیز بد است. یک نفر ساکن ناحیه وخش ولایت ختلان در منزل استقامتیش در زمینه خصومت کوچک به جایگاه خوب پدر خود حمله کرده با یک بیرمی مخصوص با ظرف آبگیرک آهنین به سر و روی پدرش زده او را به هلاکت رسانیده است. این کردار دهشتناک او را کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه مذکور آشکار کردند. پدپلکانی که میلیسیا آفاق قادریان از ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان مفصل جنایت را شرح می‌دهد. مناقشه‌های عائلوی در خود در بسیار حالت‌ها پیامدهای وزین دارند. دلیل این گفته‌ها قصداً رسانیدن ضرری وزین به سلامتی که باعث مرگ یک نفر گردید و در ناحیه وخش ولایت ختلان به وقوع پیوست میباشد. تولید فرزند با صد امید به وای رسانیدن و بزرگ کردن و برای آینده نیک راهنمون نمودنش قرض هر یک پدر و مادر به شمار می رود. متاسفانه نفرانی پیدا می شوند که قیمت این همه زحمت‌های پدر و مادر برایشان ارزشی نداشته، حتی کار به جایی می رسد که دست به کشتاری والدان می زنند. چون این یک حالت در دهه نوبنیادی ناحیه وخش هفته سپری شده به وقوع پیوست که پدری خانواده از دست پسر به هلاکت رسانیده شد. در برابر وارد شدن این خبر به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه وخش ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مردی 35 ساله ساکن ناحیه مذکور با گمان قصداً رسانیدن ضرری وزین به سلامتی دستگیر کرده شد. این نفر توختایف خالعلی سال تولدش 1985 می باشد. نام برده شب 28 می سال جاری تخمینا ساعت‌های 23:30 دقیقه با مقصد قصداً رسانیدن ضرر جسمانی به پدرش توختایف خال بابا سال تولدش 1962 ساکنی همانجا در منزل استقامتیشان با ظرف آبگیرک آهنین پدرش را از جایگاه خوابش بیرون کرده با بهانه‌ای که او قبلا همسرش زنی 30 ساله ساکنی همانجا را رتوکوب کرده است به سر و رویش چند مراتب میزند. در نتیجه مرحوم توختایف خال بابا از جراحت‌های آسیب کشاده وزنین کاسه‌خانه سر و معاینه سر در حالت بیهوشی در بیمارخانه مرکزی ناحیه وخش به هلاکت میرسد. زن ما روز نمیتونم زده بوده اومدگم ترسم در باز زن 8 ماه حمل داره از غم تا خانه برو میگه آخه افتار من درم هم تو خانه افتار بوده پدر گفتم نخیز پدرم نخیز افتار گرفتم و شب آب خیز یا تا دیگه زدم تا دیگه آن سه تا دیگه زدم پدرم بهش را آیدی این حالت در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه وخش نسبتی توختایف خالعلی پرونده جنایتی با ماده 110 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.